flat part, which that's why it's used. They use vibrant colors so it catches your eye. توی اون قسمت ها وقتی نگاه میکنین کاملا میتونین اتفاقایی که مشخصه رو ببینین، مثلا قسمتی از کشتی یا یک پرنده‌ای که داره پرواز میکنه، اینا کاملا مشخصه. So if you look at that, you can distinguish different parts of something. For example, parts of a ship or part of a bird flying. توی اون قسمت دیگه در واقع اومدن مرگ و فنا رو نشون دادم، یه چیزایی که داره از بین میره، در واقع طبیعتی که داره به واسطه مدرنیته از بین میره. So in other places he's showing death and something that is being disappeared because of modernity. در واقع اگه بخوام بهتر توضیح بدم توی اون یکی بیشتر مشخصه. من از من پرسیدن که چرا من تابلو رو حالت عمودی گذاشتی؟ اگه حالت افقی گذاشتی حس بهتری میداد. So they often ask her why she has put this in a vertical position, not in a horizontal position. Horizontal position would show it much better than vertical. در واقع اگه از اون طرف ببینید شما دارین یه دریا رو میبینین، یه بندری رو میبینین. من این کار کردم به خاطر اینکه میخوام بیننده و مخاطب رو یه جورایی اذیت کنم، آزارشون بدم. Well, if you look at the horizontal way, you can see the sea, you can see a pier, you can see everything from this, like the usual thing. But she's doing this in order to tease the spectator in a way. Thank you very much. در واقع اینا رو وقتی نگاه میکنی احساس میکنی که همه چی داره میریزه، همه چی داره نابود میشه. برای من در واقع مدرنیته همچین معنی رو داره. وقتی مدرنیته به وجود اومده همه چیز داره نابود میشه، احساسها، زندگی، همه چی داره یه جورایی از بین میره. Well, she's putting it in this position, the vertical position, to show that everything is falling apart and everything is being basically destroyed. This is what modernity means to her. در واقع ما انتظار داریم اینو یه سطح ببینیم که چشممون همیشه عادت داره به دیدن. Yeah, we expect to see it the way we usually see it, but it's being deconstructed. حالا من کار دیگه‌ای که کردم برای اینکه بیشتر بیننده رو آزار بده، اومدم یه جاهایی رو کثیف کردم. در واقع اومدم یه سطح صاف گذاشتم. این سطح صاف برای من یک سکوته. سکوتی که توی دنیای مدرنیته وجود نداره. چیزی که ما احتیاج داریم وقتی اینقدر هیجانات و اتفاقای مختلف دورمون میفته، یه جایی وایسیم فقط فکر کنیم که داره چه اتفاقی میفته که نداریم همچین چیزی. این برای من در واقع اون سکوت هست. So in order to tease the spectator more, she has put some kind of blank space over there to tease you more, and has intentionally made it dirty over there with her fingers, in order to show that we need some kind of silence in the modernity that is so confusing and is so, a lot of, so noisy and lots of things going on. She wants some kind of silence to detach herself from that. کثیف کردم، هر جایی یه لکه گذاشتم یا مثلا یه دفعه اومدم یه جایی یه خراش دادم. شما نگاه میکنید فکر میکنید که مثلا چه کثیفه، ولی نه در واقع این نیست. یا مثلا توی اون یکی کار انتظار داریم که سطح قرمز کاملا قرمز باشه، ولی یهو میبینین یه جایی هست که چند تا لکه حالت طلایی اومده توی قرمز قاطی شده. ناخودآگاه این حس بدی رو وارد میکنه که خوشم نمیاد. The same thing has been happening here. So you expect it to be completely separated and in red, but actually you see some basically golden color is being protruding inside. So she's been doing it intentionally. نه در واقع این 4 تا کار توضیحش برای من این بود. در مورد اون 4 تا کارم That was a general explanation about these 4, and now we will go to those 4. یه دوره‌ای من مادر بزرگم مریض شدن، یه بیماری گرفتن به اسم آتروفی مغزی که این بیماری در واقع شروع می‌کنه به فراموش کردن. الزایمر نیست، یک بیماریه که شما فقط مرده ها رو به یاد، یعنی شما طرف که این بیماری رو میگیره فقط مرده ها رو به یاد میاره. از آدمایی که وجود دارن هیچ چیزی به خاطرش نمیمونه. So these 4 pieces of work have been inspired by her grandmother, which at one point she became ill
with some kind of brain disease, that she started to forget things. She lost her memory, and the only thing she remembered were the people who had died in the past, in the remote past. اومدم اینجا رفتم دیوونه خانه سالمندا یه سری عکس گرفتم، چون موقع دیگه مادر بزرگم نبود که از خودش عکس بگیرم. این عکس‌ها رو شروع به تلفیق کردن و حسی که در موردشون داشتم و در واقع یک دایره زندگی رو خواستم نشون بدم. اینکه اول آدم متولد میشه، کودک بزرگ میشه و دوباره به کودکیش میرسه. نیازمند میشه که دیگران بهش کمک کنن و هیچ کاری جز این نمیتونه بکنه. In order to do this works, she had to go to a lunatic asylum, basically a loony house, in order to witness all the people living there. She wanted to achieve this feeling that there's a life cycle that starts from childhood and goes around to the same point as childhood. So all the people, when they get to the old age, they become children. So she wanted to show that. A life cycle. سوالایی که امروز از من شد، شاید خودم مثلا خیلی توجه نمی‌کنم، ولی سوالایی که شد رو توضیح میدم که شاید برای شما هم سوال باشه. اینکه چرا از بامبو استفاده کردم. ژاپنی‌ها از من می‌پرسن چرا از بامبو استفاده کردی؟ اینو تو ژاپن کشیدی. برای من همه اینا رو تو ایران کار کردم. بامبو برای من نماد ترس داره. هر دفعه به بامبو، یک منطقه‌ای که بامبو وجود داره نگاه می‌کنم، اون لابلای بامبو به من ترس میده. نمی‌دونم، یه جور حسی که انگار یه چشی داره اون پشت من نگاه می‌کنه، منتظر منو ببینه. به خاطر همین استفاده کردم از بامبو. Well, if you look closely at these pictures, see bamboos have been actually chosen, like in that one, have been drawn, and bamboos for her is a symbol of fear, something that scares her very much. She always feels there's something between the bamboos watching her, like there's some eyes, some people watching her. So it's kind of scary. دیگه این قسمت که توی این تابلو از من پرسیدن چرا اینجا اینجوریه، مثلا چرا اینجا به هم ریخته است، در واقع یه جور ذهن مخشوش من رو نشون میده. و اینکه توی نقاشی لازم نیست که همیشه آدم بخواد واقعیت رو نشون بده. نقاشی در واقع یک بیان صادقانه‌ای از یه دروغه که شما میاین، نمیدونم چجوری براتون توصیف کنم، میاید یک واقعیتی رو با یک دروغی در واقع هماهنگ می‌کنید و شروع می‌کنید نقاشی کردن. یه قسمت‌هایی باید وجود داشته باشه که مبهم باشه، طرف رو بکشه به سمت خودش، سکوت کنه، نگاه کنه، بچرخه. این چرخش رو توی کار باید ببینه. Well, if some people ask why the paint has been so mixed up in that part, and the answer is that this shows part of her confused mind. And basically to her, painting is a connection between reality and fiction, or basically lies, as she says, she calls it. And then this reality is not always clear-cut. So it can be sometimes confused and sometimes blurred. So that's why she's showing it like that. و اینکه چرا رنگای من اینقدر خاموشه تو اینا. در واقع مرگ نمیتونه رنگ خیلی روشنی داشته باشه. خیلی برای من، چون خیلی چیز نامفهومیه و اینکه مادر بزرگم رو در حالت مرگ میدیدم و در واقع مرگش رو دیدم، اون زمانی که داشت اون از بدنش جدا میشد